در شهر ترسونزاده اگر در آغاز دوران صاحب استقلالی استحصال میوه‌جات 208 تن و استحصال انگور 488 تن را تشکیل میداد، در نتیجه استفاده با ثمر زمین‌های للمی و تل و تپه‌ها به حالت امروزه میوه 7249 و استحصال انگور باشد به 3264 تن برابر گردید. باغداران شهر ترسونزاده مکتب مخصوص خود را دارند. با فعالیت نمونوی خود در راه پرورش انگور تاجیکستان را در کشورهای خارجی معرفی کردند. بر یارم گهتر یرم بار باغ سامانده 1.5 گکتر باغ انگور دارم. سهامدار هستم. باید گویم که شغل اساسی مردم اینجا اساساً انگور پروری می باشد. چقدر که می‌بینید امروزها انگور پروران همه خواجگی‌های دهقانی با جمع‌آوری انگور مشغول می‌باشند. حاصل خوب است. باد و هوای امسال به انگور پروران امکان داد که حاصل فراوان گیرند. انگورها اساساً به بازارهای منطقه، شهر و ناحیه‌های مملکت و همچنین به دولت‌های افغانستان و پاکستان و فدراسیون روسیه صادرات کرده می‌شود. در حدود جماعت دهاتی به نام جورالرحمن فی شهر ترسونزاده زیاده از 300 خواجگی‌های خرد و دهقانی تشکیل یافته است و دهقانان اینجا از زمین حاصل دلخواه می‌گیرند. انگورپروران اینجا ابراز می‌دارند که اگر دهقان در حقیقت مهنت صافدلانه نماید، از هر 1 گکتر تا 50 تن حاصل به دست می‌آورد. در توبه جماعت دهات جورالرحمن شهر ترسونزاده زیاده است 364 خواجگی دهقانی است. شغل اساسی انگور پروری، پولیزی، صادرات دوشنبه، قزاقستان، روسیه صادرات رفته است. همین دهقانان ما کوشش میکنند که بازار شهر نهایه با محصولات تری تازه تامین مینماید. امسال برای دهقانان خواجگی‌های دهقانی تابع جماعت دهاتی به نام جورالرحمن فی شهر ترسونزاده سالی با برار آمد. از حاصل پمیدور و بادرینگ و پیاز و کارتوشکا نیز حاصل دلخواه به دست آوردند. دهقانان اصلی منطقه در عزم آنند که با به دست آوردن حاصل بلند و با صفت سبزیجات و میوه‌جات در تامین امنیت عضوقواری مملکت حصه‌گذار باشند.